بدترین مکان در روی دنیا بازار است. بدترین مکان در روی دنیا بازار است. بهترین مکان در روی دنیا مسجد است. هر سوداگری که قسم خورد و دروغ گفت، همون درآمدش براش یعنی که نادرست است، حرام است. به این خاطر این سوداگرها در روز قیامت بسیار حساب و جواب سختی دارند. یکم حسابشو از این است که اونها را از قسم خوردگیشو میپرسیده میشود. عذابشو از روی دروغ گفتگیشو. اینجا برادری عزیز سوال کرده که سلام علیکم داملا، درباره سودا کمتر صحبت میکردید. بسیار قسم میخورند و دروغ میگویند سوداگرها. اکنون قسم خوردن این خودش گناهی بزرگ است، چی در سودا باشه و در سودا اگر دروغ گفته شود، یعنی اون دروغ همون عمل درآمد حرام میگردونه. برادر عزیز خیلی گناهش یعنی گناهی بزرگ است. جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم به سوی سوداگرها یک خطاب کردند. گفتن یا معشر التجار، گفتن ای جمعیت سوداگرها. مردم میگه اهلی یعنی تجارتکارها در اون محفل بودن، به سوی جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم نگاه کردند. به سوش حضرت گفتن که این التجار یبعث یوم القیامت فجارا. گفتن بسیاری از سوداگرها در روز قیامت وقتی خیزانده میشوند از جمله انسانهای بدکار هستند، از جمله مردمی بد هستند. گفتن جناب پیامبر مگر گفتن انسانهایی که از خدا ترسیدن، نیکوکاری کردن و در سوداگریش راستگویی کردن. این جمله مردم از جمله بدکارها نیستند. اما سوداگرهایی که یعنی دروغ گفتن و یعنی قسم خوردن، اینها در روز قیامت از جمله بدکارها خیزانده می شوند. در روایت دیگر جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که سوداگرهایی که یعنی در سوداگریش قسم میخورند و دروغ میگویند، این سوداگرها در روز قیامت بسیار حساب و جواب سختی دارند. یکم حسابشو از این است که اونها را از قسم خوردگیشو میپرسیده میشود. عذابشو از روی دروغ گفتگیشو بوده است. از روی قسمشو خداوند سختگیری میکرده اونها را و از روی یعنی دروغشو پروردگار اونها را چیکار میکرده است؟ یعنی عذاب میکرده پروردگار. در روایت دیگر جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم درباره سوداگرهایی که یعنی قسم میخورند در سوداگریشون، جناب پیامبر گفتن که این جمله سوداگرها آخرت شو به دنیا فروختن، فقط دنیا را اختیار کردن، فایده یعنی دنیا را اختیار کردن و در برابر فایده دنیا فایده آخرت فروختن، فایده آخرت از دست دادن. یعنی خیلی گناهی بزرگ است. به همین خاطر انسان باید که چقدر، حتی در یک روایت جناب پیامبر صلی الله علیه وسلم گفتن که ای جمعیت سوداگرها از دروغ گفتن در سوداگری خیلی حذر کنید، خیلی احتیاط کنید. در یک روایت جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرمایند که بدترین مکان در روی دنیا بازار است. بدترین مکان در روی دنیا بازار است. بهترین مکان در روی دنیا مسجد است. یعنی ببینید که وقتی پیغمبر بزرگوار بهترین بدترین جا را معین کردن، گفتن بهترین جا کجا است؟ مسجد است. بدترین جا بازار است. جناب پیامبر را پرسیدن به چی خاطر بازار؟ جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتن که در بازار فریبگری و خیانتکاری و دروغگویی زیاد است. از روی همین جناب پیامبر گفتن که بدترین مکان این بازار است. به این خاطر هر سوداگری که یعنی در سوداش قسم خورد، قسم دروغ و اصل قسم راست هم باید نخوره، همین سوداگر میتونه یعنی تعریف کو، مال توصف کو، چی در کار دروغ گفتن. هر سوداگری که قسم خورد و دروغ گفت، همون درآمدش براش یعنی که نادرست است، حرام است. به این خاطر جناب پیامبر صلی الله علیه و سلم بسیار نهی کردن برای قسم خوردن در سوداگری. بهتر می شود که اگرچه درآمدی کم هم باشه، حلال و با برکت باشه، ان شاء الله فایده وی میبینی. اما درآمد زیاد کنی که حرام باشه و نادرست باشه، جوابگری سخت داره در قیامت. از این چیزها باید که ما و شما حذر کنیم. دعا کنیم در آخر که پروردگار برای جمعیت ما توفیق عمل کردن نصیب بفرما. پروردگار جمعیت ما را خبر آزاد شدن از جهنم و دوزخ برامون نصیب بفرما. پروردگار عبادت های پر از کمبودیمون به درگاه بی نیاز زد مقبول بگردان. پروردگار مشکلی های دینی و دنیوی ما را آسان بگردان. پروردگار این جمعیت در دلها هر امید و آرزو، مراد و مقصد داشته باشن، با مراد و مقصد برسان.
پروردگارا بار الله تمام برادرهای مؤمن و مسلمان ما را در روی عالم خصوصا مهاجرها و مسافرها را در حفظ امانت نگه بدار. در کسب کارهاش و برکتها عطا بفرما، مشکلی هاشون آسان بگردان. پروردگارا هر چیزی که رضای خود دست برای ما نصیب بگردان. از قهر غضب ما را در حفظ امانت نگه بدار. پروردگارا جملگیمون خاتمه به خیر بگردان. و صلی الله تعالی علی خیر خلقه مولانا محمد و آله و اصحابه اجمعین برحمته.